حداقل وظیفه یک طلبه‌ای که در تریبون نماز جمعه قرار میگیره نهی از منکره. این نهی از منکر ما با ابتذال همراه با یک سلسله حرکت‌ها و هیجان‌های مبتذل. بنده سید احمد علم الهدا خدا نه حاکمم نه قاضیم. پس چرا این همه سر حجاب و کنسرت و اینا غر میزنی؟ هیچی آقا اشتباه کردی. گفتم تو قصر مشهدت میشه ما کنسرت بذاریم؟ گفت نمیشه. تن شما جای عبا بیایم و تیشرت بذاریم؟ گفت نمیشه. اون گردن کلفت تو بیایم لای در بذاریم؟ گفت نمیشه. بگو کی بود اون مانکنه با اون تریپ خفنش؟ رهبری بولیز قرمز پوشیده بود، آستینش هم عرضم بزرگتون که نداشت و گریبانش هم عرضم باز بود. قابل تحمل نیست. کنسرت بیش از اثر 100 تا منبر بنده است.